تقریبا هیچ روجی بدون سرب نیستش، حتی اونایی هم که روشون زده فاقد سرب اونم باز یه مقدار سرب دارن، ولی این سربه رو کارخونه توشون نریخته ها. این سربه از قبل بوده. میخوام بهتون بگم دلیل این سربی که داخل روژه چیه. هیچ تولید کننده داخل روژش عمدن سرب نمیریزه، ولی این سربه از کجا میاد؟ این از اون رنگدانه هایی که برای ساخت این رژ استفاده میشه میاد. اون رنگدانه ها رو از یه سری ترکیبات معدنی میگیرن. مثل چی؟ مثل اکسید آهن برای رنگای قرمز و قهوه‌ای، اکسید تیتانیوم برای مات کردن رژ و میکا برای ساخت رنگای براق. و چون ذاتاً سنگ و خاک ممکنه رگه های سرب داشته باشه، این سربه به صورت ناخالصی وارد اون رنگدانه میشه. حالا کارخونه‌ها میان طی یه سری آزمایش‌ها این رو کنترل و تصفیه میکنن تا وقتی که اون مقدار سرب برسه به اون اندازه‌ای که حد مجازه. طبق اعلام سازمان غذا و دارو، حد اکثر میزان سرب در محصولات آرایشی 10 ppm. پس هر رژی که سیب سلامت و استاندارد غذا و دارو میگیره بی خطر محسوب میشه و سربش کنترل شده است. دیگه نه انگشتر توی بکش روی رژ بگو سیاه میشه سرب داره. اون بحث تشخیص سرب به وسیله طلا هیچ جا علمی ثابت نشده. اون رو فقط آزمایشگاه میتونه تشخیص بده.